دیگر هستی کوی نداری باید آبس نداری چی میده اصلا خوش چی بی این خواهم لرگین سیمه بودم با همه گنی سیمه بودم خب الان دی کوی داخل دشتم تا میشه یو بیا خدام برو رنی ارتا ربو عربو کتای شمال خری چی خاطر سیمه چه بود من سیمه چه بود تو خو سیمه شنی ببینیم اصلا شمال خری باشه میخوام برو میشه نگاه شدته ها یه سوپ نیکی تا استکنام چیرا باقی برای بای تو استکنام سوپ کنم زهر مردم بخا نخری خوی بود سو درد دنوال اوری بی درد ادو زینب گوش زینب خوبی سلام خوبی لا مجري زينب لا خوبي لا خوبي انت زين ولا سلامات هاي مجري حالش خوبه بقول آشامه اگه حالش خوبه خیلی نیش کبرتش نه اگه می دست پایشه دستش هم خاص انی زونیش خاموش کنه دستش با تایزی چه هیزاش نسوت ده دای مجی دای نیستی نیست یا بگوشی بازی نشی ها نه بابا اوکی حالش خوبه الان هیچ نیست حالش خوبه الان همین دست پای سلطان بیزم خواه هیچ ندی نه هیچ نمیخواه هیچ نیله برایتش شما هم زالامین برام تا برام اشخاص ثواب ملاقاتی حضوری داشته بودن چه نیله مجی سری ناراتی می دارم خراب که آکو نه ما صاف کن تا اون هم درست کنیم
میخوام تو بیشتر باید دست شو و پیشمون چه واسه چه بچه میگم پیشی دیگه سیمان یه چه چیه سیمان چه پیشمون یه چیزی آفرش ده خوبی نیست ما یه نه دیگه خوش شد دیگه Aí já se sentiu xoxinho. Não, ele já tá aí. Não, vai no mexer direito. Não pode cantar porque é duro que o xoxão não vai. Vai andar, não, né? Gostoso. Olha aqui no seu tempo. Dá um dinheiro aqui, dá um. Será? Dinheiro aqui. جناب استاد منوچهر چراغی، جناب استاد آمیزا چراغی، لسان همکار عزیزم مشنوای عید بهمن جناب استاد عزت الله خاجمیری از لسان هنرمند بیرنی برادر عزیزم جناب استاد محمد علی باهنگ از لسان برادر عزیزم جناب استاد مصطفی عبداللهی همچنین استاد جناب استاد کریمی قبل استاد منظر همسر دامدار و هم نشسته برادر عزیز جناب احسان حسین‌پور منظر این پدر دلشکسته جناب کربلایی حسین‌پور جناب کربلایی آشیروان حسین‌پور برادران ابوالقاسم حسین‌پور منظر جایحات آمرزش برای خواهر نوسفر کنید طول عمر با عزت صبر جمیل عزری جزیل برای بازماندگان عزت و سربلندی توفیق روزافزون خاطری شاد قدمی مستوار و قلبی مطمئن را در گاهواری تعالی برای شما خوبان عزیز و ارزشمند مسئلت می‌دهد خداوند روح خواهر مؤمن نوسفر کرده در اخلاق نگین با روح انبیا اولیا شهدا صلحا با روح پاکان و صالحان حریم که بیاد با روح عمه سادات ام المصائب بیبی زینب کبری سلام الله علیها شاد و مخشور همنشین و همکلام بگرداند به ذکر الفاتحه و الصلوات از زبان کانون عزادار و برنشسته آیان حسین‌پور و واپور خالدی تازه از زبان جناب کربلایی ملا محمد زمان حسین‌پور جناب کربلایی آشیروان حسین‌پور از زبان جناب کربلایی عالی زمان حسین‌پور آستان حسین‌پور از زبان جایهای این خواهر جناب کربلایی ملا کرامت حسین‌پور جناب کربلایی ملا رحمان حسین‌پور از زبان خاندان عزادار عید بزرگوار آقایی از محبت بیکران همه عزیزان هرحال این چند روزی که دارد خواهر
دلسوز چند روزی بودن به سر بیماری بودن در بیمارستان حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام شهر شیراز بودن عزیزانی که در طول شما روز به دفاع همسر فرزندان خانواده و فامیل ایادت کردند از محبت مردم ششدهره عزیزان علی‌آباد و خلیل‌آباد مردم دهلوی میلاد دهقان‌آباد کرد گوشه باقنات شاهراه میلاد عزیزان جلباران دور چشمانم از دهلو کشوردی نخودبال اسلام‌آباد از سلیمه و دهزیر بزرگواری کردند زیبنده گرامی محفل بودند مردم همونطوری که صاحبین تباران امید بزرگوار آقایی از طریق پیامک‌های تلفن همراه محضر اکثر شما بزرگوارانتون از طریق پیامک‌های تلفن همراه از طریق فضای مجازی اطلاع رسانی کردند. بنده همین حضوران اعلام بدارم که مراسم ختم سومین و هفتمین غروب در گذشت نام ناباورانه مادر مؤمن خواهر دلسوز نوکت کرده مرحومه مذکوره بانو نجمه حسین‌پور آقایی فردا جمعه از ساعت 1:30 تا 4:30 بعد از ظهر واقع در مسجد حضرت آقا امام علی علیه السلام محله ایزدآباد شهر سرگرد برگزار منعقد در ضمن مجلس خلق زنان همزمان در منزل شخصی جناب کربلایی عالی زمان حسین‌پور جناب کربلایی احسان حسین‌پور از پیروان دهستان تاریخی بهداشت تمام سپاسگزاری را مادرم رو باکنم خدا خیرتون بده لطفا بزرگواری را بفرمایید یعنی به باران پیدلی دنیا یعنی به باران پیدلی دنیا سیما محمد روح سیما محمد عزیزم های عزیزم دعوت در اصحاب شفیع از محمد جناب کربلایی و ابراهیم و حسین‌پور تمام سپاسگزاری را به اتفاق برادران و فرزندان و ابوها و عموزاده‌ها از سالشین جلبش جناب کربلایی ابراهیم و حسین‌پور محمد داشتن با اصحاب شفیع را دریده بودن تمام سپاسگزاری داریم از محبت دست اولاد بابا سالشین جلبش مادر مؤمنین رو سفر کرده با اون مشهدی آبیجان و خالدی رحمت الله علیها را گرامی بدانند در این مجلس و محفل یاد نوگل فرفر شده زنده یاد را علیرضا خالدی مردمانی در شهرک نوگل حسین آباد از روزی شهر سرهند نماید شورای اسلامی اصلاح شارع‌ها و بختیاری جناب دکتر
40 روز درگذشت این مادر واقعا روستای حسین آباد در گذار معتقد عید محترم دودرایی دلشستگان به محترم خالدیات جوان برومند با اخلاق اداره کننده عرس زندگیان با اسلام خواست رحمت الله علیه و المغفره رو گرامی بدارم همتواران میگه بزرگوار آقای بردگان برادر عزیزم جناب آقای اصغر حسین‌پور محمد داشت از کارشناسان صدیق در دادگستری شهرستان مدیر محترم دفتر شعبه دوم دادگستری یاد بابو مشهدی جواهر حیدریان شهر یا خالدی اساتید بزرگواران فرهنگی ممنونم فرهنگیانتان آقا بزرگواران اساتید تلویزیون مصاحبه‌ای را جمیلات باشید بزرگواری کردن ممنونم دلشستگان عروس یا خاطر زندگیان عبدال عروس